کسایی که بخاری نداره مشکل داره اونو رو ما باید از ببینیم. بعد از او همی خاله کدام بوده؟ نامش چی بود؟ اینم اینجاست خانم جان حسینی. همی؟ سیدا گل خانم جان حسین اینمی. خب اینمی است؟ اینمی خاله است. شماره چی بود نه؟ شماره هم نداره شماره تلفن. اینه ما میگردیم خیر است. حالا ما پیشتر هم گفتم که کلاتان دمو رای پشت سر یازینی را داشته موچی که هست کلوله موکی است موچی کلگ موچی است بسیار کم مانگ نباشه بود پالیش موچی بلاگر کلی ولی این مال شخص خودم البته او فیلمبرداری که خدمت اردو بودم بله فهمیدی این مال اینمی لحظه فهمیدی تصویری خانه من شما میدم یک تا چوب آفتی زغال آفتی در گردن من بریم طرف خانه خود بریم بیا بریم هم سروه شبه خوب است. خب خود چند سال در اردو بودی وظیفه اجرا کردی؟ 13 سال 13 سال که آمد هیچ شدم. بله قسم به خدا اگر مال هر جای میزنم اگر در مرد در پشم اشتکان پایینتون میره. بله فهمیدی؟ بله پایینتون میخوانه به خدا قسم از خودم تا به می لحظه دیده و دیگر پنشیری موچیگری کنه. نه بابا کدام؟ اینجاست بیخی آزاد بیا داخل. یا الله در زمان موری در زمان لیس را سراده یا الله بیا بچه ایلوک همینجا زندگی میکنی؟ اینی خانه ایم است. خواه بیا خانم بوتاک بیا نه چی میگی تو بیادر جان خانه است. خب اینی خانه است. اینی قد 4-5 تا اولاد زندگی میکنم. حتما خانم است تو یک دفعه ببین. بله کجاستیم خالت خوارک؟ یک دفعه بلند شو. 4 ساعت بلند شو که چرا قم دیگ میکنه. مادر خوب است 300 خوب است. این آشپزخانه است. آشپزخانه است دمو چی پیش که خدا که چرا قم دیگ میکنه. والله یمی آشپزخانه است دیگه. آشپزخانه است. چند تا تفلکایت است؟ دیگ ما رو خودی بی. اونجاست دیگ سعی کو کمره رو پیش ببر. این دودش باز بیرون میره؟ این دود بیرون میره. خب این هم آشپزخانه است هم حمام است هم کل چیز هم یک اتاق است دیگه. اینم یک اتاق است سوش از خسرم است از خسروری مسیش از خسرم است. خودت این مابین هستی؟ اینی خوردن یک اردو بچه است. بله شما بیچاره این نان چاشت است. نان چاشت است. خب 13 سال در وطن خدمت کردی آخرم در اینجاستی؟ آخرم در اینجا هستم. خب این را بگی تو مسافری تیزتر است لای توماس خیر. خب میرم دوستا شما وضعیت رو ببینن دیگه خودتان در این کم گفتم که تعداد زیاد دوستا هستن. چند تا تفلکایت از گفتی؟ 4 تا دو بچه 2 دختر. خب اینجا حمام است. این مربوط آشپزخانه است دیگه اونجا میکنیم. اتاقت کدام است یا الله؟ استاد است بیا تو. این اتاق است. بله خب اینجا باز چی را مندازین سر چی خو میشه؟ لیاف است این خونه لیاف است. از امو لیاف میگیریم میندازیم. بله یعنی میشه کل ما یک جا خو میکنیم. حالا چیز نمونده 13 سال این البته بنی کلش زنا معلومه 13 سال مدمی خاک خدمت کردم آخرش هم میچله. بله چند تا تفلک 4 تا. برین مادر که اگه آدم درد دل خود گپ خود بره مادر جان بره در خانه تان بره که اگه آدم گپ خود بفهمه گپ خود بزنه. حالا تو هم اینجا استاد شدی 10 تا دیگه نامد اینه چابلی هم زیر پای پیسه نیست بخاریز میاره میتیمش پیسه نیست. ما امصبح رفتیم 4 بجه به میاد یادر گفتم ما پیسه نمیتم بخاریز میارم کسای ما بیایم خانه تا میبینیم والا زبان از دیگه ایره خلا ایره الا کنم بیایم طرف تو. خب برین میایم ما مادر چرا ما را سرگرد مجبور سر من میاد یادر پرسان کو بگم بچی ازی تیتا. خب ما پس برم چی کنم؟ خب بان میایم حالا ما در اینجا سالشون تو بره مادر کا طول لر شیخ پل کورو تا در زو بچه کا کجا شد؟ بیا بچه میشه بیا که بشینیم یک دقیقه بیا لالا بشیم. امید بیا بشی مادر جان میجا بشی. دختر خونه کم صدا کن. بیا کیا پانتون میره کیا درس میخونه. این دیگه کیش نه ایده خارج نشه میشه. بشی بیا مشکل هم صدا کن. بشی این یک شما مکتب میره
بیشه میجه. خب یک چیز خمین دو کی پانتون میره اینجا بیشه خانمم اینجا. خب خانم پانتون میره دینیمی از دینیمی دورم من نماندم میره که پانتون خدا نخونه. بله. گفتم برو به خدا تا آینده می گفت کدام بنده خدا که گاز فرش خانه ما فروختم خویی را گفتم که تو برو. بله. این در بخش قابلگی میخوانه. خب مربوط پانتون راضی میشه نه؟ چند سالگی؟ 4 سال؟ خب بگیر بگیر مایک مادر گپ بزن در تلویزیون نشر نمیشه خود در یوتیوب نشر میشه. خب کدام سمستر هستی؟ سمستر چند هستی؟ سمستر 2 بودم بند شدن حال خود دیگه پانتون؟ پانتون حال بند شده سمستر 2 بودم دیگه حال دایمی چی پانتون ابوعلی سینا بودم 1 سال نخواندیم به خاطر اینمی مشکل را که کرای را نداریم بریم دیگه به خاطر آمادگی هیچ از خانه برآمده نمیتونیم قرار دیگه در خانه شیم کیش مصرف نشه تا وجه که میریم روز 60 روپا ما کرای ما مصرف میشه ما روز 10 روپا آمد در خانه نداریم شوهر ما مریض است دیگه زخم معده است قلبی تکلیف قلبی هم داره یک دفعه قلبش که چیش یک دست پاش یک دفعه حمله واری سرش میاد یا جگر خونی نه دیگه این اولادای ما بیست تا اونجا چند مسیر است که شما میرین نه؟ خب از اینجا تا کمپانی یک مسیر تا کوته سنگی باز کوته سنگی تا ابوعلی سینا 4 مسیر می از یک طرف حالا من درست از خاطر اقتصاد ضعیف دیگه خاطر زمان درسای ما مانده در شفاخانه چی نامش از دو شفاخانه طرف چی هستن شما او را پای بره خیر بلیاز خدا که نمیره مادر جان برو استاد نشو برو بی جان برو همده خانت نبودی ولی که بیایم من قسم خوردم اید دیگه دم خانت که نششتی نمیایم دمی شفاخانه شفاخانه استقلال میرفتم دیگه به کار کردن دیگه به استاجگری تا اونجا کرایش نداشتیم دیگه پس ماندم درسای ما همی اولادای من تا موقع پیسه نیست که تا کورس روان کنم همینجا هیچ دیگه یک مکتب میرن و هم دور از مکتب شینی حال روز ماست به خداوند مهربان است. خوب چطور خودت یک اقدام کردی که خانمت باید درس بخونه برای مردم خدمتش برسه والا این از دوره جمهوریت ما به هیچ وقتی ما منع نکردیم که تو نرو بله فهمیدی؟ این از دوره جمهوریت هم با او فتر ما گفتم که تو برو درس تا بخون هرچی مصرف میاد من میدم این که رفت درس خوندن در این دوره که شد در هر جایی که ما پیش میشم نمیگیرند بله دمی هر جای در اجیری نام دادم هم نگرفتن در پیادگی نام دادم هم نگرفتن اینمی یک بسیار مشکل شد گفتی یگان چیز خانه رو فروختی به خاطر خانمت که اینه فرش زیر پای ما رو فروختیم این دوره ما 4,500 روپیه خریده بودیم 2,000 روپیه فروختیم در کوته سنگی خاص به خاطر درس ریاضی که سمسترش مونده بود رد به این زنگ میزدن که فیس بیار حالا سمستر 7,000 روپیه بود از رازی خونی 7,000 روپیه است یک سمستر خودم شانه کردم بردم فروختم بخاری و صندلی و البته نه با کدام پلان ما داشته باشم نه تا آزادانه برات میگم تلاشی که خانه صندلی یافتی بخاری یافتی کلش ببر بله با خدا هم تو تیر میکنیم شو در بالای سر ما گیلاس یخ میزنه با خصوص بودیم زنگ زدم این پلاستیکا رو آورد دروازه پلاستیک گرفتیم این پرده رو بگی سر پرده بگی اینه یک زندگی نداشتیم ما وقتی تفلکای تمی نبودم ای تو نبودم خب زندگی کم جور بود فضل خدا 12,000 روپیه یک معاش میدادندم بسم میکرد ما بسم میکرد دیگه صبحی ساعت 8 بجه وظیفه میرفتم در چیز بودیم نه در شهرک اجنبی بود اوجا بودیم در بغل حوزه شهر در جلب و جذب اوجا بودیم اینه دینی سر از رسیدیم حالی هم ما کدام مشکل نداریم راضی استیم خب اینی بیکاری است در هر جایی که پیشو که تذکره میکشم میگه والا ضرورت نداریم برو خدا یارد وقتی تفلکای تا میبینی در خونه شو تیر میکنن چی احساس میکنی؟ قسم به خدا که این برای ما تکلیف قلبی پیش شده به خاطر از پیش دکتر رفتم که تکلیف قلبی برات پیش شده اگه عمل مایکت در قلبم بونی صدایش بیخار میبره خاص به خاطر اینمیا تو اوش سایکو ام به سر وقتش رسید کردن حتی صابون و شامپو ما پیسه نداریم کالا بگیریم ریوتری خانه بودیم توری بودیم
قبلا زندگیت خوب بود؟ بودم بیده شکر میکشیدیم بکردیم ماجری بودیم خوب بودیم ده از چیز ما سر وضع ما خوب بود اولادای ما به مریضی ما به هرچی ما میرسیدیم حالا که نیست از کجا شود اینی بچه میره اسپند میکنه او را طالبان نمیمانه حالا اون از اسپندی مانده قرار خانه شده چه قصه هیچ چاره نداریم تفلکا باز مکتب میره؟ اوشون مکتب میره ایشون میره ارچارج میره بله ایار ما با درسشون بساز کوشش میکنم خدا گراو میکنم خود میگم درستون بخونه امیرم خانم من تمامش تو کایمه که اصلا خود چیز جور نشد خود از ما خواهم از چشم آواز شد خودم عسکری آخرش هم هیچ نه یک تقاعد نه یک هیچ چیز همون تو هر چی که داشتیم و نداشتیم جمع شد یه نمی قشد از ما دیگه ایارا گفتم که تو بری خواه قلم خودم پشت یک میز ششتگی باشه خواه اما قبول کنه که یک 5000 روپیه فامیل خودت خود اولا کو بکنم از کف دست خود پیدا میکنه از ما چیز جور نشد ایشون بریشتم 6 از سوشتن فدو است دختره که از بیرون است او هم صنف 6 است یک دختر دیگه از صنف 2 است او هم دیگه یشتکان در پایتون درس میخونه مشکل از زندگی است. خداوند مهربان است هموطنان عزیز آخری اولین شخص را ما دیدیم که بعد از این که عروسیم کرده میگه من خدا گرو میکنم تمام چیزهای خدا به فروش رسانده به خاطر از اینکه خانمش درس بخواند دکتر شود تا اینکه خدمت مردم کنه. ایت انسان ها ایت مردا خیلی کم پیدا میشه که زمینه درس برای خانم خود فراهم کنه که او یک جای برسه و به خدمت مردم شود و حتی طفلایش خودش 13 سال در اردو به هر شرایطی که بوده به هر رقمی که بوده خدمت کرده. بله 13 سال ما در بخش اردو خدمت کردم آخرش امید شدیم البته نه چیز نمیگویم کدام خدای ناخواسته طرز بخورم که مرا میگیدند چه رقم نه ما بخش ملکیت وزارت دفاع بودیم مربوط به اردو این ملکیت های دولتی را ما چیز میکردیم البته میتونستم که به خودم یک 5 بسوا 6 بسوا در هر جای بگیرم خود نگرفتم در میجا قناعت کردم میتونستم هم گرفته در بخش ملکی بودی دیگه نه وزارت دفاع نظامیش بودیم خب هم ملکیت هایی که بودی را نگهداری میکردیم کسی نمیموندیم خانه جور کنه در ملکیت وزارت دفاع کسی نمیموندیم غصب کنه گرد همین وظیفه ما بود حال مبارزه شما دیگه که غاصبین بود چه در باغ داوود بود چه در شهرک حاجی نبی بود چه بود پل حسن گوساله بود تمام بشه تمامش حال خانه جور شده هم باغ داوود هم شهر کلش جور شده خوب کار خود دولت است این از ما هیچ شدیم میتونستم که یک تا زور خودم میتونستم که یک 2 بز زمینه بگیرم خود نگرفتم گفتم خیانت میشه من نفهمیدم که به این سرحد میرسم بیایم جای شکرگزاری از خداوندم دوستای خدا در هر حالت امتحان میکنیم خیر و سلامت باشه او حال ما شما بگیریم پس دمونجا میریم این زندگی تیر میشه دیگه توکل به خدا انشالله که ما همین چند خانه دیگر را ببینیم باز پس پیش بردو چشم چرانه زنده باشی با خیر و سلامت باشی چون با عزت باشی یک جای میخوریم خدا کمت نکنه باش که قلم چی کردم نام چی بود دیلیست میان احمد غلام لغزوان شماره چی تا میفهمی؟ در چند بوده؟ نه ولی فکر کنم در آخر است در آخر شاید باشه دین بیجاست نه میان احمد غلام لغزوان اینمیست نه؟ نه بالا نیست اینمی بله هموطنان عزیز سلام دوباره خدا کنه خوب باشین به سلسله برنامه کمکی ما در بخش بخاری رسیدیم به دوست ما که صحبتایش شما دیدین شنیدین حالا آمدیم بخیر که این بخاری ها را مکمل چیزایش برش تسلیم کنیم و طریقه در دادنشان به این دوست ما یاد میتیم که باز بره به او دوستای دیگه که در مو کمپ هست او را برشان انشالله که یاد بتن که امشب خانهایشان گرم شود. خداوند بخیر بنایتان سربلند و کامیاب پیروز باشه. تشکر از یک جیان سپاس از کمکتان. خداوند خیرتان بده. هر کس که در راستی از این کار است کامیاب و پیروز باشه. سلامت باشید دیگه انشالله ما را یک دانش اینجا آماده میکنیم دوستا ببینن باز بر از در اونجا یاد بسید 100% خداوند خیرتان بده بخیر و سلامت باشه. قربانتان سلامت باشین. سپاسگزار هستیم از خواهر ما بانو عالیه
که 9500 روان کرده بود که موضوع جمله مبلای نام خریداری کردیم، نل بخاری و زانوخه میار خریداری کردیم. منقل بخاری را برادر ما گلرحیم کمک کرده بود و همچنان کرای تاکسی را که صبح استاد برای ما منتظر بود، خدا خیر نصیبش کنه، در نظر گرفتیم. این بود برنامه امروز که خدمت شما تقدیم کردیم. هر کسی که در این کمک سهم گرفته خداوند خیرشان بده، چی استاد چی خودت زحمت کشیدی، دوستا را تا اینجا آوردی، خداوند خیرتون بده. هر کی کمک کرده کامیاب و پیروز باشه. ما بیخی خوش هستیم از دیگه. ان شاء الله دیگه شب خانه گرم است دیگه. 100% ان شاء الله. ایرا که رفتی بگو نه زغال میخوره نه چوب، فقط مبلین سوخته که در سرای درآین حتما 1 لیتر نیم لیتر یک کس به نام خدا میده. ایرا خو میده. هر کس میده. در بهار میتونیم به شکل منقل استفاده کنید، زمستان و نمیتونی که به شکل بخاری. دیگه هم سرش میشه کل چیز. حالا دوستا شما طریقه از این که چگونه ما ایرا روشن میکنیم ببینین. با نشر از امو از شما خداحافظی میگیریم. خداوند یار مددگارتان. بگی بخیر مسافرم.